شنیدستم که صیاد در مرغزار برون رفت روز به عزم شکار. یکی قمری را بر سر شاخ دید، کمان را برآورد و زی برکشید. چو قمری نگه کرد به بالای خویش، یکی باشه دید در هوا چند پیش. بگفتا به بالا پرم باشه است، به پایان صیاد تیر بشه است. به حق خدایم محمد رسول، دعای منی مشت پر کن قبول. چو قمری بگریست نزد خدای، دعایش چنان شد مستجاب. یکی از قضا مار آمد پدید، پسی پای صیاد را محکم گزید. صیاد بلرزید و ز دستش خطا رفت دیر، که بر سینه باشه شد جایگیر. چو قمری پرید و برفت اندر هوا، 200 بار میکرد ذکر خدا. رضاگی خدا را ندانم که چیست، 2 تن زنده مرد و یکی مرده زیست. اگر تیغ گردون بجنبد ز جای، نبرد رگ را نخواهد خدای.